شد به فکرم. خواهران عزیز، یک بار دیگر السلام علیکم به همگی. پروردگار برای هر یک دقایقی که همراه ما در درس های شریعت هستید حسنات برایتون بنویسد و الههای مجلس های علمی خصوصا پیش از این ماه مبارک رمضان سبب کفاره گناه های ما و شما گردد. اله آمین. و این درس ها را زنده به زنده رو برو در کنار هم گذرانیدن را هم پروردگار برای ما نصیب کند که چون میدانم اینجا تمام خواهرانی که هستید از هر دولت ها تقریبا همه در مهاجرت هستند. امروز خواهران عزیز موضوع روزه را تمام میکنیم، به آخر میرسانیم و انشاءالله سوال های شما و عید رمضان را یک به یک به قدر توان جواب میگویم. اینجا دو موضوع مهم است، یکی درباره کفاره آنهایی که روزهشان را عمدن خوردن یا جماع کردن، دویم درباره سنت ها، مستحب ها و مکروهات های روزه، یا گفتیم درباره کارهایی که در روزه اگر کردید هیچ ضرری به شما نمیرسد و اینچنین از کارهایی که کردنش در رمضان مکروه است، یعنی آداب و مکروهات روزه همراه سنت هایش که خیلی از موضوعهای مهم برای یکی ما می باشد. اولا درباره کفاره ما گفته بودیم که شکننده های روزه 3 تا هست. خوردن و نوشیدن و همخوابگی کردن از روی عمدی، یعنی دیده و دانسته، یا خوردید یا نوشیدید یا جماع کردید روزه میشکند، اما از روی فراموشی روزه نمیشکند. و اینجوری گفتیم از شکننده های روزه که معنوی هست این غیبت کردن و بدزبانی هست. اینجا خواهران عزیز وقتی حدیث در بخاری مسلم است، در تمام کتاب های سنن هست، مرد نزد پیامبر می آید و شکایت می کند که من هلاک شدم، من در ماه رمضان در وقت روزه با همسرم همخوابگی کردم. پیامبر به او 3 کفاره را میگویند آیا می توانی غلام را آزاد کنی؟ وقتی میگوید نه، پیامبر میگویند آیا می توانی پی در پی 2 ماه روزه بگیری؟ او میگوید نه. پیامبر میگویند آیا می توانی 60 قمبغل را طعام دهی؟ وقتی به این هم میگوید من خیلی قمبغلم، خود پیامبر از خانهشان سبتی خرما میدهند و میگن این رو به قمبغلان تقسیم کن. پس خواهران عزیز در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام مالک میگویند همخوابگی شکننده روزه هست، این چونین خوردن و نوشیدن هم. یکی بر علاوه به یگان عذر روزدار است و خورد و یا نوشید، او هم مانند شخصی که همخوابگی کرده است باید کفاره دهد. در زمان حاضر که الحمدلله در ما غلام نیست یا غلامداری نیست، یا اگر تواند سلامتیش اجازه دهد پی در پی 2 ماه روزه میگیرد و زنها پی در پی در وقت روزه‌داری یکی حیض بینن توقف میکنن، بعد از حیض پاک شدن دوام روزه رو میگیرن. مردها به یگان روز استراحتی کاملا 2 ماه میگیرن و اگر نتوانستند و سلامتیشان اجازه نداد، اینها چیکار میکنند؟ به 60 قمبغل خوراک میدهند. میتواند 60 قمبغل را به مهمانی به خانه دعوت کنند. قمبغل لیکن محتاج، یعنی انسان‌های نیازمند را، انسان‌های ثروتمند خش‌وتبار را نه. یا اینکه خام به 60 قمبغل خوراک تقسیم میکنند که از نام، یعنی به هر یک روزی یا به هر یک خوراک پخته راست میگیرد 1.5 کیلو ارد، یعنی تقریبا میشود چنده 90 کیلو ارد را برده به یک قمبغل یا برنج را میدهد. هر کسی که دیده و دانسته در ماه رمضان چیکار کرد، یا خوراک خورد یا نوشید یا که همخوابگی کرد، که این در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه است. اینجا قول دیگری در مذهب امام شافعی است که این کفاره فقط برای همخوابگی هست، خوردن و نوشیدن به این داخل نمی شود. ولی باز هم به تقوا هم از جهت دلیل قول امام مالک و ابو حنیفه رحمت الله علیه قوی تر است که کسی دیده و دانسته روزش را خورد یا اینکه همخوابگی کرد باید کفاره دهد و روزه نتوانست چه هست پی در پی روزه را نتوانست، اگر او میتواند به 60 قمبغل طعام دهد. موضوع دیگر ما رسیدیم به سنت ها، آداب و مکروهات روزه.
اولا یکی از سنت هایی که در رمضان پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی انجام دهید گویان امر کردند، اما فرض نیست. این رو یقین بدانید که فرض نیست، که اکثریت فکر میکنن سحرخوری فرض است. این سحرخوری میباشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند تسحروا فإن فی السحور برکه. شما سحرخوری کنید چون در سحرخوری چی هست؟ برکت هست. باز میگن فرقی روزه ما و اهل کتاب در سحرخوری است که مایان سحری ها چی میکنیم؟ سحرخوری میکنیم. پس خواهران عزیز، سحرخوری کردن در ماه رمضان هم قوت برای جسم انسان است، هم این چی است؟ یک سنت است. اگر انجام دادید خیلی خوب، کار ثواب کردید و تمام روز برای شما قوت هم میدهد، یک نیرو هست. اما یک سحرخوری نکردید، شما روزتون 100% صحیح هست. یعنی شما اومدید افطار کردید، علل خصوص در روزهای دراز و شبهای کوتاه، و بعد از افطار کردن نماز تراویح خواندید و کمی چیزی خوردید و خوب کردید، نماز بامداد بیدار شدید، شما روزه رو دوام میدهید. یکی از تماما به اشتباهات رفتن اکثریت مردم در این است که فکر میکنن کسی سحرخوری نکرد و روزش چه است؟ روزه نیست، روزش باطل است. میگن نیت نکردم. چه خیلی گفته بودیم یک روز پیش نیتی کرده ای تو، حتی در ماه رمضان انشالله از پگاه ما آخران روز شعبان نیت کردیم که رمضان رو روزه میگیرم، این نیت برای یک ماه هست. به اذن الله روزه های شما همش صحیح هست. پس از سنت های اولین سنتی روزه چی هست؟ تسحر یا سحرخوری کردن، اگرچه با یک دانه خرما باشد، یا پیامبر میگن با یک قطره آب باشد، یعنی با یک فروبری آب باشد، هم سحرخوری کنید. این چی هست؟ هم سنت است و هم قوت است. لیکن یکی سحرخوری خستید از خواب و شک دارید که حاضر یکان چیز خورید، شاید وقتی اذان است، شاید وقتی چی است؟ طلوعی بامداد است، در اینجا هیچ چیز نخورید. به شک راه ندید، چون شما سنت میگوید و به یک فرض خلل وارد میکنید. یعنی از خواب بیدار شدیم، شبهه داریم که الان یگان چیز خوردیم، شاید وقتی چی است؟ سحر در آمد یا میدراید، در آنجا چیزی نخورده گرسنه روزه میداریم. و گرسنه روزه داشتن خواهران عزیز یگان گناه ندارد. اونهایی که گمان میکنن که گرسنه روزه داشتی گناهگار میشوی، در یادم هست در وقتی ما خورد بودیم، بعضی ها یعنی بعضی کلان سالا میگفتن تو سحرخوری از خواب بیدار نشدی تو اصلا روزه ندار، و گمان میکردیم که سحرخوری این فرض روزه هست. یعنی همین چیز رو به ما تاکید کرده بودن که چه خیلی گفتم در تمام مذهب ها سحرخوری کردی این سنت است و خوب است، نکردی یگان با که خلل بر روزه تو ندارد. و دویم یعنی این درباره سحرخوری گفتیم سنت است. اینجا خواهران عزیز درباره سرمه می آرند که میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث اینجا در مسند هم در ابن حبان آوردگی هستند. میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم از نزد ام سلمه بیرون برآمده بودند و در رمضان در روزه‌داری در چشمشان سرمه بود. و در مردها در عربها خواهران عزیز سرمه مالیدن هست و یکی از شفای چشم، چی برای خیرگی چشم یا بینوری چشم باشد، چی برای التهاب و درد چشم باشد، این سرمه علل خصوص اسمد می باشد. یعنی سرمه که نامش اسمد هست با ثینوگ زبان، و پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوص آن را برای درد چشم گفتند. اگر مردها سرمه کنندم زنها سرمه کنند هم بکنیست، اما میدونید که در حاضر زمان مردها سرمه کردن این چی میشود؟ یک فتنه میشود. به کوچه برایند مردم چیز دیگر فکر میکنن، اما برای درد چشم شبش در خانه کردن باکی ندارد. و وقت زنها به خاطر درد چشم یا به خاطر مشکلی چشم مالیدند و به کوچه برآمدن، هم این را ما زینتی آشکار گفته نمیتوانیم، برای اینکه در زمان پیامبر زنها سرمه میکردن. و خطا نکنم زنی که با خیلی مثل دوربین دور را دیدن مشهور بود، بعد از مرگش میبینن که چشمونش پر از سرمه هست، یعنی بعد از کشودن از زیادی سرمه رفشنی چشمش بالا بود. سرمه کردن پیامبر که در رمضان سرمه کرده بودن چی است؟ سرمه کردن روزه را نمیشکند. و اینجا میگن چون بین چشم و بین معده یک منفذ یا راهی کشاد نیست، یعنی به چشم سرمه کردگی تو به معده نمی رود و انشالله سرمه به
روزه شما ضرر ندارد. و قطره های چشم رو هم اگر یعنی آن داروهایی که به چشم ما میچکانیم اگر به سرمه قیاس کنیم انشاءالله بوکه ندارد و به روزه ضرر ندارد. ولیکن میگویند اما مکروه هست که شما چیزی رو خاییده ملایم کرده به کودکتان دهید، برای اون که اگر چی فرو نبرید هم اون چی است مزهش در دهانتان میماند و یکم به گرسنگیتان کمک میکند. بعضی علما هیچ بوکی ندارد میگویند، اما در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه خویدن خوراک و به کودک دادن چی دارد؟ مکروهیت دارد، اما روزه رو ویران نمیکند، یعنی روزتان رو باطل نمیکند. این از مکروهاتش است و من فدا شوم به نویسنده کتاب که یک تا مکروه یک تا سنت رو آمیخته آوردگی هستند. برای همین شما شاید که برای جلب دقت ما باشد دقت دهید که من چرا مکروه گفته ایستادم، چرا سنت. اینجا گفتیم سرمه کردن سنت است و بر روزه ضرر ندارد و سحرخوری این سنت است و یکی سحرخوری نکردید گناهگار نیستید، ولیکن مکروه است که مادر خوراک را به دهان گرفته ملایم کرده به کودکش یا خاییده بدهد. و این چونین در مذهب ابو حنیفه نمودهای چی را آوردگیان، ما چی میگیم اون رو ژوچکا میگن با روسی آره، علک میگن با زبان عربی، اون رو هم مکروه میگن. لیکن حاضره ژوچکا هایی که از آن استفاده میکنیم شیرینی دارد بویهایی یا نکتی مثلا میوه و شکلات و از این چیزها دارد. تماما حاضرش ممکنه. زمانی پیشتره تلخک بود و فقط از آن میخوایدن، یعنی یگان طعم نداشت، اما حاضرش تماما ممکن است تماما. و اینجا مسواک هم هست خواهران عزیز. مسواک کردن، پیامبر صلی الله علیه و سلم در رمضان مسواک میکردن و خیر و خلال صائم سواک گفته حدیث هم هست که در ابن ماجه آمدگی هست. برای همین اگر شما مسواک زدید در رمضان، اگرچه طعمش رفت یا که با حاضره معجون دندانشویی دندانتان رو شستید، با زبان روسی همیشه ما زبنای پسته گفته عادت کردگی هستیم، با معجون اگر دندانتان رو شستید بوکی ندارد، یعنی دندان شستن به روزتان ضرر ندارد، چی بیگاه چی پگاه روزی چی نصف روزی یگان بوکی ندارد که شما دندان شوید. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه حتی این چی است از آداب است، این از سنت است که روزدار باشیم با مسواک یا که با دندانشویی دندانهایت رو بشویی. یگانه امام شافعی میگویند بوی دهان روزدار و پیامبر از مسک هم در نزد پروردگار خوشبوتر گفتند، برای همین روزدار بهترش مسواک نکند. اما این یک چی است؟ یک اجتهاد امام شافعی رحمت الله علیه می باشد. پس شما وقتی که مسواک کردید یا اینکه دندانتان رو شستید هیچ بوکی نیست که بر روزتان ضرر ندارد. و اینجا درباره یک همسر رو به آغوش گرفتن و بوسیدن آمدگی است خواهران عزیز. اگرچه یکم دور از حیا هست ولی چون شریعت است و اگر نگفتیم همین سوال همیشه در ذهن ها میماند، باید بگوییم. در سنن ابو داود آمده است که پیامبر به پیرمردی که از بوسیدن زن میپرسد، یعنی عادی به آغوش گرفتن و مهربانی اجازه میدهند، اما به جوان اجازه نمیدهند. برای همین ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند خصوصا برای جوانها مکروه است که همسری خود را به آغوش گیرند، همخوابگین به آغوش گرفتن یا گفته مهربانی کردن، برای آنکه جوان خودش را به دست گرفتنش در حدیث حضرت عایشه آمده است که حضرت عایشه میگویند پیامبر خیلی به نفس خود حاکم بودن. آیا شما مثل پیامبر شده می توانید که در رمضان به این چیز اجازه میدید؟ برای همین یکی از مکروهات و حتی به حرام نزدیک می شود اگر مثلا از سفر یک شوهر آید یا اینکه زن میداند که شوهر به خود مالک نیست یا خود را کنترل کرده نمی تواند، در این وقت بهترش عموما در روزه‌داری نزدیکی نکنند، این چون حدود الله است. اما برای پیران سالان یا نفرانی که سن سالشان بالا هست و به خود حاکمیت دارند به آنها اجازت است. پس چی میگن؟ جماع که حرام است، گناه کبیره است، نزدیکی یا مقدمه جماع مکروه است و حتی به حرام نزدیک می شود و زنها باید این را بدانند و مردها هم، چون بعضی خواهرها
این چیز رو یک تقوا میدانند که گویا که به شوهر نگفتن جایز نیست. نه، در رمضان به شوهر نگفتن فرض است، برای اون که تو در روزه هستی و تو در عبادت پروردگار هستی که تو به باطل کردن این عبادت نزدیک شده ایستاده ای. پس این رو گفته مکروه و حتی به حرام نزدیک است. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا پیش از نماز رفتن از جهت مهربانی همسران خود رو بوسه میکردن. خیلی که حضرت عایشه میگن پیامبر به نفس خود خیلی حاکم بودن. پیامبر نفس خود را کاملا حاکمیت کرده میتوانستند. و مزمزه و استنشاق یعنی دهان را چایقانیدن، گلوها را چایقانیدن و بینی را چایقانیدن هم در وقت طهارت یگان باکی ندارد، اما از حد تا بیخ گلو آب را بردن این مکروه هست که یکی از حلق گذشتنش یعنی نزدیک است که از حلق گذرد. و اینجا یک مسئله دیگر رو آوردگی هستن امام ابو حنیفه راست دیگه. قرآن عزیز همین مسئله خیلی دقت ما رو همین روز جلب کرد. ما میدونیم که غسل کردن در رمضان روزه را نمیشکند، از بالای سر آب ریختن روزه را نمیشکند، لباسی در هوای گرم در گرما یگان لباسی تر یا نم پوشیدن روزه را نمیشکند. اما ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند اینها روزه را نمیشکند ولی مکروه است. یعنی از گرمی استحمام کردن، از گرمی سرد را رفته شستن، از گرمی لباس های تر و نم پوشیدن در روزه این مکروهیت دارد. چرا مکروهیت دارد؟ میگویند که چون شما گویا که از روزه‌داری خیلی خسته شدید و این یک اظهار خستگی و بیزاری هست. سبحان الله، در یک جهت گپشان راست است. یعنی بی‌صبری شما رو میفهموند که شما صبر نکرده زود زود زیر آب روید. بی‌صبری شما رو میفهموند که شما رفته زود زود به دهانتون آب گیرید و چایقانید، یا بی‌صبری شما که در گرما روزه دارید و سرتون رو تر کنید. میگن این حرام نیست، روزه رو نمیشکند، اما مکروه است، چون یک نمود چی است؟ بی‌صبری در برابر عبادت الله هست. بجای این صبر کن، دعا کن و خیلی شاد باش، یا گفتیم از خود در این مسئله رضایت کن که پروردگار من در این گرما با این مشقت عبادت تو رو انجام داده ایستادم، الها از من قبول کن، الها از من قبول کن. پس اگرچه روزه را نمیشکند عموما، فقط ابو حنیفه رحمت الله علیه اصحابشان و خودشون چی میگویند؟ در دیگر مذهب ها یگان باکی ندارد، مباح است غسل کردن، سرشستن، اما ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن مخصوص برای سلقین شدن یا تشنگی رو کم کردن، زیر آب خنک نشستن، این یک نمود بی‌صبری است و این را انجام ندهید، که خیلی قولی در حقیقت به قوت هم هست. چیزی دیگر خواهران عزیز، از اجازت هایی که مکروهیت ندارد حجامه کردن و خون دادن هم هست. بسیاریا درباره برای آزمایش خون دادن، یا ما عادت کردیم آزمایش رو دیگر انالیز گوییم، آزمایش خون دادن رو میپرسن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت روزه‌داری حجامه کرده بودن، حدیث عبدالله ابن عباس است، و پیامبر میگن قی و حجامه و یک در خوابت اگر جنوب شده خستی روزه ات نمیشکند، برای همین حجامه کردن روزه رو نمیشکند و باز انالیز دادن یا گفتیم آزمایش خون دادن هم روزه رو نمیشکند. و چیزی دیگری که بر روزه‌تان ضرر نمیرساند که سوال اکثریت خواهرها هست، میگوین یکی بعد از همخوابگی غسل نکردی، علل خصوص در بیسویتی های تاجیکستان که برق نیست، یا در بعضی حالت ها که شبها کوتاه هست و وقتی سحر شد روزه ما چی می شود؟ در ما حدیثی حضرت عایشه در بخاری هست که حضرت عایشه میگویند ان النبی کان یصبح جنبا من غیر احتلام و یصوم یومه ذلك و ذلك فی رمضان. یعنی حدیث ثابت حضرت عایشه است که میگویند پیامبر بعد از همخوابگی غسل نکرده پگاهی روز میشد و پیامبر روزشان رو میداشتن، روزشان رو میگرفتن. برای همین یک نه البته غسل کردید و پیش از سحر یک چند رکعت نمازهای تهجد خواندید، وقتی اجابت دعای وقت دعا هست خوب است، اما یک نشده ماند شما غسل نکردید و وقتی سحر خوری شد و سحر خوری کردید روزه اتان درست است که حضرت عایشه چه میگویند؟ پیامبر در چنین حالت ها روزشان را دوام میدادن حتی در رمضان.
حتی در رمضان. پس خواهران عزیز این چی بود؟ درباره سنت ها، آداب ها و مکروهات بود که میتوانیم یک ملخصاً بگوییم. گفتیم سحرخوری کردن سنت است، مسواک کردن در روزه‌داری باشد هم سنت است و این چونین یک اگر سرمه کرد یا از چشم چیزی برای درد چشم زن مرد استفاده کردن باکی ندارد. حتی پیامبر این رو انجام داده بودن و مکروهیت ندارد، ولی چیزی رو طعامی رو به دهان گرفته حتی بعد از آن پرتایی هم مکروهیت دارد و این چونین نزدیکی کردن به همسر اگر جما نباشد هم مکروهیت حتی به حرام نزدیک است. آب رو تا بیخ گلو بردن یا برای سلقین شدن زیر آب داخل شدن نشستن یک نمودی بی‌صبری است که ابو حنیفه رحمت الله علیه این را چی میگویند؟ مکروهیت میگویند. اما حجامه کردن جایز است و این چونین یکی بعد از هم خوب اگه غسل نکرده سحر شد روزه را بسم الله دوام میدهیم و ضرر ندارد. الحمدلله با همین کاملا باب روزه را تمام کردیم خواهران عزیز. اینجا موضوع اعتکاف است. الله نصیب کند در رمضان درس داده نتوانم هم اعتکاف را یک کوتاه حقق نوار میکنم تا که از این سنت هم آگاه باشیم و عملا هم انجام دهیم.